درود بر شما و درود بر خیام بزرگ، رند آزاده، آزاده آزادگان، استاد آگاه آگاه. یک ربایی ازشون میخونم، بسیار شگفت‌انگیز، زیبا و پرمعناست و لایه های بسیاری داره. در اونجا، در این ربایی، اون مشکل ما رو میگه و به ما راه حلم میده. بله، رباعیات این ویژگی رو داره. برخیزم و عزم باده ناب کنم، رنگ رخ خود به رنگ عناب کنم. این عقل فضول پیشه را مشتی می، بر وی زنم چنان که در خواب کنم. بله. ساده ترین راز این ربایی اینه که این ربایی رو درسته که خیام گفته، برای ما گفته، برای آیندگانش گفته. وقتی من میخونم این ربایی رو دیگه نگم خیام اینو گفته، خیام اینطوری بوده، اونطوری بوده، زندگیش اینطوری. نه، وقتی میگه برخیزم، حالا من میخونم میشه برخیزم، من برخیزم، در مورد من راستی پیدا میکنه و من باید برخیزم. بله، برخیزم. ما کجا خوابیدیم که باید برخیزیم؟ خواب شبانه که جای خودش داره. بدن ما در زمان خودش، ذهن ما، مغز ما، سیستم کلی ما رو از خواب بیدار میکنه، به شیوه های مختلف ما رو بیدار میکنه. منظور این نیست برخاستن یعنی آگاه شدن. ما کجا نشستیم، کجا هستیم که باید اونجا بلند شیم و عزم کنیم؟ ما در ذهنمون هستیم، باید از ذهنمون بلند شیم، با ذهنمون رو بشناسیم، ویژگی هاش رو بدونیم که اینایی که اینجاست از کجا اومدن، کی اینا رو به ما داده، برای چی اینا رو به ما دادن. حالا دادن، نیازی نیست دنبال مقصر بگردیم. ما بایستی عزم کنیم، یعنی با اراده کار کنیم، با اندکی آگاهانه کار کنیم، با شناخت کار کنیم، با همت، پشتیبانی تلاش کنیم، کوشش کنیم، پیگیر باشیم، جستجو کنیم، پیدا کنیم، آهنگ، قصد بکنیم که به سوی بریم. ما بایستی تصمیم بگیریم، بپذیریم که در ذهن به خواب رفتیم. خواب یعنی ناآگاهی. ما ذهن نیستیم، ما اون چیزی که توی ذهن هست هم نیستیم. ذهن بخشی از ماست. ما از اونجا باید بلند شیم و با اراده، با دانش، با شناخت، با پشتکار بریم به سوی باده ناب. بله، باده یعنی شراب، ولی این شراب انگوری نیست. شراب زندگی است، شراب آگاهی است، شراب هوشیاری است، شراب خرد ماست. نابه، کمیابه، نادره، به سختی میتوان اینو پیدا کرد. پس لازمه بسیار تلاش کنیم و کوشش کنیم و جستجو کنیم، دانش بیاموزیم، تمرکز کنیم، به عنوان یک حالا هدف انتخابش کنیم و کارهای لازم رو انجام بدیم، بریم به اون باده ناب برسیم. باده ناب اون چیزهاییست که زندگی به ما میده: آرامش، شادی، زیبایی، موسیقی، آواز، رقص، نیکی، نیکوکاری، مهرورزی، آسودگی، آسایش، رفاه. بله، اینهایی که زندگی به ما میده، عالم هستی به ما میده، و آزادی، حس رهایی،
به ما میده اینها باده ناب هستن. و رنگ رخمون رو به رنگ عناب کنیم. می‌دونی قدیم عناب رو میخوردن که هوشیار بشن، آلزایمر نگیرن. الان هم استفاده میکنن. رنگ عناب قهوه‌ای تیره است، بعضی موقع حالا قهوه‌ای، در این حد با توجه به مناطق جغرافیایی. پس رنگ رخ خود رو به رنگ هوشیاری بکنم، کارهای خودم رو هوشیارانه انجام بدم، از صورت من مشخص بشه، از رخ من مشخص بشه که من باده ناب پیدا کردم و آرامش دارم، شادی دارم، آرامم، دیگه تنش ندارم، مقایسه نمی کنم، بحث نمی کنم، درد نمی کشم، دردها رو شناختم و تمومش کردم، به جا شادی اومده. شادی باده نابه، نه شادی انگیزشی، نه شادی وجودی، شادی که از خرد میاد، شادی که خرد خودش تبدیل به شادی میکنه، آگاهی خودش تبدیل به شادی میکنه، از خداییت ما میاد. بله، پس کارهای خودم رو هوشیارانه انجام بدم. خب بس باید از خواب ذهن بیدار بشم. برخاستن یعنی بیدار شدن. بیدار شدن یعنی خرد، به سوی خرد رفتن، حداقلش اینه. بیدار شدن یعنی آگاه شدن. حالا راه حلش رو به ما میگه. این عقل فضول پیشه رو مشت می بزنم به خوابش کنم. عقل فضول پیشه است، تو هر کاری دخالت میکنه، تو کار ما دخالت میکنه، به ما درد میده، به ما کینه میده، ما رو وادار میکنه بحث و جدل بکنیم، ما رو وادار میکنه خودمون محدود بکنیم، دیگران رو محدود بکنیم، با دیگران بحث و جدل بکنیم، مقایسه کنیم، قضاوت کنیم، داوری کنیم، برچسب بزنیم و این کارهای نانیکویی که انجام میدیم و اصلا بخشی از زندگی نیست اینها. عقل نیروی ذهن ماست و از بیرون اومده. ما یک دانستنی هایی داریم، براینده این دانستنی های ما شده عقل ما، البته عقل جزئی شده، عقل ذهنی. عقل ذهنی یا هوش ذهنی. با هوش ذهنی نمیشه زندگی رو شناخت. ما در دو دنیا زندگی میکنیم، دنیای بیرون و دنیای درون. ما باید در هر دو با خردمندی کار کنیم. ولی الان رفتیم جایگزین پیدا کردیم، یه چیزی به نام عقل کردیم، گذاشتیم توی ذهنمون و با اون کار میکنیم و ناآگاه هم هستیم و نمیدونیم داریم این کارا رو میکنیم. با اون هویت گرفتیم، فکر میکنیم درسته، با اون یکی شدیم، حس یکی بودن شدیم و میگیم من عقل دارم، من عقلمندم، عقل نمیدونم نقاد دارم و از این حرفا. عقل کار نمیکنه. پیام به ما میگه بخوابونین. زمانی که این عقل نیست خرد هست، زمانی که خرد هست عقل نیست. باید اینو بخوابونی، هر آنچه که بهش دادی پس بگیری. عقل مقاومت داره، ذهن مقاومت داره. عقل نیروی من ذهنی، نفس یا ایگوه، مقاومت داره، ایستادگی میکنه در برابر ما، در برابر دیگران، در برابر عالم هستی، در برابر خرد، در برابر آگاه شدن ما. پس باید برخیزیم، عزم داشته باشیم، عزممون رو به قول معروف جزم بکنیم. اراده و پشتیبانی لازم داره، پشتکار لازم داره. این کار باید وقت بذاری، تلاش بکنی، دانش یاد بگیری، شناخت یاد بگیری، بشناسی، ببینی، تجربه بکنی، به کار بگیری، ببینی درسته غلطه. بله اینها کار میبره، ولی راه حل اینجاست. این عقل باید ما بذاریم کنار، به خاطر اینکه کسایی که
به ما اندیشه دادن، باور دادن، دین دادن، مذهب دادن، ایدئولوژی دادن، سنت دادن، خرافات دادن، تعصب دادن، عقلشون هم به ما دادن. اگه عقل اونها کار میکرد که اونا رو نداشتن دیگه، اونا رو به ما نمیدادن، حداقل مردم آزاری نمیکردن. باید این عقل رو بخوابونی، آرومش کنی و بشناسی و ببینیش و از هر گوشه اینو باید بشناسی، ببینی چه شکلی کار میکنه، از کجا اومده، کی به ما داده، چه قصد غرضی داشتن، میفهمیدن، خردمند بودن، نه نبودن. از خانواده بگیر تا دانشگاه، تا از اونم بالاتر دادن به ما. مدرسه داده، اجتماع داده، چه میدونم صف نونوایی گرفتیم، مغازه، این بر کوچه، خیابون، از دوستان. این عقله. اگه عقل کار میکرد دنیا به این حال و روز نبود. عقل کوچیکه، برای همین میگن عقل جزئی. 10 بیت مولانا در موردش عقل جزئی گفته. و چرا هست؟ مولانا میگه عقل جزئی گه چیره گه نگون، با کله میخوره زمین، گه شکست میخوره، واژگون میشه، کارایی نداره، نمیتونه حل کنه مسائل ما رو، خودش دردسازه، نمیتونه دردهای ما رو حل کنه، مشکلات ما رو حل، خودش مشکل سازه، خودش افسانه سازه، روایت و حکایت میسازه. پس فضول پیشه است، میخواد سرک میکشه این ور اون ور، چه خبره، چه اتفاقی افتاده، تا یه چیزی جمع کنه ازش حرف بزنه، خواب ما را به هم بزنه، آرامش ما را به هم بزنه، هی تکرارش بکنه. و از این کارهایی که هر کسی داره، هر ذهنی داره. بله، می یعنی شادی، می یعنی آرامش، می یعنی نیکی، نیکوکاری. بهترین نیکی اینه که ما این عقل بشناسیم، ما این ذهن بشناسیم، ما از ذهن بیایم بیرون، ما از اونجا برخیزیم، ما اونجا نشستیم و باید از اونجا بلند شیم، بیدار بشیم. در ذهن انسان ناآگاهه، کارهایی هم میکنه، گاهی چیره ولی گاهی پیروز میشه، گاهی هم نه، شکست میخوره، با کله میخوره زمین، با صورت میخوره زمین، نمیتونه از پسش بر بیاد، از پس مشکلات، چالش ها بر بیاد. اینم راه حلیست که خیام به ما میگه همه چی این توه، این عقل بخوابونین. همه بزرگان این سخنو گفتن، همه بزرگان به ما گفتن که این کار رو بکنید، ولی ما چرا قبول نمی کنیم؟ چون با این هم هویت شدیم، ازش آگاه نیستیم، در موردش مطالعه نکردیم، در موردش یاد نگرفتیم، ندیدیم، تجربهش نکردیم. امیدوارم که برخیزید، بیدار شید. این بیداریه، نه اون چیزی که سیاستمدارا و فیلسوفا اینا میگن، خودشون هم بیدار نیستن. از انسان بیدار برید بیداری یاد بگیرید، از انسان خردمند برید خرد یاد بگیرید. و درود بر شما.